فرشته مرگ عزرائیل نزد حضرت موسی آمد و همین که چشم حضرت موسی به او افتاد پرسید: برای چه آمده ای؟ آیا برای دیدار با من آمده ای یا قبض روح من؟ عزرائیل گفت: برای قبض روح تو آمدم. حضرت موسی از عزرائیل مهلت خواست تا مادر و خانواده خود را ببیند و با آنها وداع کند. ملک موت گفت: نمیتوانم اجازه بدهم. حضرت موسی گفت: اونقدر مهلت بده تا سجده ای بکنم. عزرائیل او را مهلت داد و حضرت موسی به سجده رفت و گفت: خدایا، ملک موت را امر کن مهلت دهد تا با مادر و خانواده ام وداع کنم. خداوند به عزرائیل امر کرد که قبض روح موسی را به تأخیر انداز تا مادر و خانواده‌اش را ببیند. حضرت موسی نزد مادرش آمد و گفت: مادر، مرا حلال کن. سفری در پیش دارم و آن هم سفر آخرت است. مادرش گریست و با او وداع کرد. پس از آن نزد زن و فرزند خود رفت و با همه آنها وداع کرد. بچه کوچکی داشت که بسیار مورد علاقه‌اش بود. پیراهن حضرت موسی را گرفت و گریه کرد. حضرت موسی نتوانست خودداری کند و گریست. خطاب رسید: ای موسی، اکنون که نزد ما میایی چرا اینقدر گریه میکنی؟ حضرت موسی گفتند: پروردگارا، برای بچه‌هایم گریه میکنم چون آنها را بسیار دوست دارم و در نبود من نگران آنها هستم. خطاب رسید: ای موسی، با عصای خود به دریا بزن. حضرت موسی به دریا رفت و عصایش را به دریا زد. شکافته شد و سنگ سفیدی نمایان گشت. کرم ضعیفی را در دل سنگ مشاهده کرد که برگ سبزی به دهان داشت و مشغول خوردن بود. خداوند خطاب کرد: ای موسی، من این کرم را در دل این سنگ فراموش نکردم. آیا فرزندان تو را فراموش میکنم؟ آسوده خاطر باش، من آنها را به نیکو محافظت خواهم کرد. حضرت موسی به ملک موت گفت: مأموریت خود را انجام بده. آنگاه عزرائیل او را قبض روح کرد. نترس و غمگین مباش، ما تو و خانواده‌ات را نجات خواهیم داد.